جنوب جان خدای مهربون امروز در جشنواره خامنده‌شو روستای شیرداری ارتزاجی بهشهر سعادت داشتیم که در خدمت دوست عزیز ما آقا سبزر لباشیم که دل مردم را شاد کنده. آقا خوش الله خیلی خوش بمونید ارتزاجی زیبا از دل باعث افتخار منه، باعث افتخار منه. تمام اهداف ما از اجرای این برنامه اول دل مردم ما شاد بشه، حال مردم ما خوب باشه، تا اینکه فرهنگ سازی بشه، تا اینکه مردم همین روستا رو بشناسن، همین جشنواره ها رو بشناسن، سنت ها براشون آشنا بشه. آقای سبزر ما هم که روستاگر وکیلی هستم. برام که روستای ارتزاجی مازندران سفر کنم بخاطر آداب روستا فرهنگ. همه از بگوله ها ما دوستم که شما که تو مراسمات چونی حتما از فرهنگ مازندران آداب روستا مازندران حتما استفاده کنید. 100% باعث افتخار منه. حتما ویدیوی این روستا و این اجرا من در پیجم میذارم، هر جا میرم میذارم که مردم فرهنگ اون اجرا و اون شهر رو ببینن و انرژی مردم ببینن، کیف کنن. ببخشید دیگه من زبان محلی صحبت می‌کنم که اصالت ببخشید دیگه اصلا که مردم شاد کنید پیام چیه؟ پیام این است که لحظات حال دل مردم ما خوب باشه. درسته بعد این جشنواره‌ها چه کمک به فرهنگ ارتزاجی مازندران کرده؟ آشنا بکنه مردم نه استفاده صحبت کنیم، در مورد سنت‌ها صحبت کنیم، در مورد جشنواره‌ها صحبت کنیم و مردم در مورد این غذایا و این جشنواره‌ها و این فرهنگ و این سنت‌ها آشنا بکنن و یه صله رحمی هم ایجاد کنن. من دعوت می‌دم.